سلام، مهرداد اسفندی هستم. پروداکشن دیزاینر، طراح ویژوال دیولپمنت و کارگردان هنری در کمپانی انیمیشن دیزنی. فیلمایی که کار کردم که خیلی حالا دیده شدن، فیلمایی مثل انکانتو بوده، سی بیست بوده، رایا بوده، اووردمون بوده، وانا بوده و کار من توی استودیوهای مختلف اینه که طراحی فضا رو بکنم، طراحی کاراکترها رو انجام بدم. در واقع هر چیزی از تصویر که شما در فریم نهایی کار میبینید بخشی از مسئولیتی میشه که من انجام میدم توی حالا لس آنجلس و هالیوود. این یه مقدار در مورد من. دلیلی که الان من این ویدیو رو مثلا میخواستم ضبط کنم این بود که خیلی دوستان توی اینستاگرام و حالا سوشال میدیا جای دیگه به مسیج میدادن، سوالاتی میپرسیدن که معمولا نمیشه اینا رو خیلی کوتاه توی کامنت یا توی چند جمله یا وایس رکوردی چیزی آماده کرد. حالا این سوالات بعضیاشون مثلا برای اینایی که تازه دارن شروع میکنن، بعضیاشون برای اونایی که خب چند سال این کار رو انجام میدن و پروفشنال هستن و خودشون کارشون رو به صورت حرفه‌ای دارن توی ایران یا جای مختلف انجام میدن. حالا من تا اونجایی که بتونم میخوام روی این سوالات تمرکز کنم. سلام آقای اسفندی، میشه بگین چه جور شد که وارد شرکت دیزنی شدین؟ من دانشجو بودم توی دانشگاه آکادمی آف آرت توی سان فرانسیسکو. بعد خیلی تلاش میکردم کارم خیلی دیده بشه. اینجا دانشگاه هاشون همه دانشگاه های مثلا هنری و ویژوالشون هر سال آخر سال یه شو دارن یا حالا یه نمایشگاه دارن به قول خودمون. توی شو آخر سال همه کمپانی ها رو دعوت میکنن که مثلا بیاین کارهای دانشجوهای ما رو ببینید، استخدامشون کنید، ما این کاریه که ما ارائه میدیم. و هر چقدر آدم از یک دانشگاه بیشتر استخدام بشه توی جای مهم یه کار بگیره، این مهمتره برای رنکینگ اون دانشگاهه. منم چون اینو میدونستم تمام لحظه‌مو میذاشتم سر این که کاری که انجام میدم، حالا طراحی که میکنم، اون داستانی که دارم میسازم، مجسمه‌ای که دارم میسازم، اینو به صورتی بسازم تموم کنم که یه کار نمایشگاهی خوب باشه، یه چیزی باشه که جواب بده. یعنی یه هدف داشتم برای اون کاری که داشتم، فقط برای من تمرین نبود. اون تمرینایی که خوب نمیشد اصلا به استادم نشون نمیدادم، که یکی دو بارم استادا اینجا ازم شاکی شدن و یه بارم یکیشون خیلی بهم گیر داد، گفت که چرا دیر اومدی، چرا اینو انجام ندادی؟ چون من داشتم یه کار دیگه انجام میدادم واسه همون کلاس که مربوط نبود ولی برای من مهم بود و در نهایت توی کلاس مجسمه سازی بود. در نهایت همون استادی که حالا به من گیر داده بود، پریده بود به من، مجبور شد، چون کار من بهترین کار کلاس بود، بهترین کار اون ترم بود و بهترین کار کل اون سال شد به نسبت رای گیری که تمام استادا انجام دادن. بعد این خیلی جالب بود برای من که حالا اون اولش فکر میکرد کار من خوب نیست یا من مثلا منظم نیستم، ولی خب من واسه اون شو دانشگاه تمام تلاشمو کردم و معمولا بچه‌هایی که توی دانشگاه بودن مثلا اگه خیلی خوب بودن میتونستن یک کار توی اون نمایشگاه آخر سال داشته باشن یا 2 تا. من 14 تا کار داشتم و 3 تاشون یا 4 تاشون برنده بهترین کار توی اون رشته شد. 2 تاشون مجسمه سازی بود، یکی مجسمه سازی رئالیستیک، یکی مجسمه سازی کرکتر اول شدم. دوباره 2 تا اینجا بهترین طراحی فیگوراتیو با کاستیوم برنده شدم و بهترین طراحی کاراکتر فکر میکنم بود. چند تا جایزه گرفتم از دانشگاه. بعد اون موقع شد که من یه مقدار معروف شدم توی دانشگاه، توی سان فرانسیسکو، حالا توی کمپانیایی که اونجا بودن. بعد اون موقع کمپانی‌ها با من شروع کردن تماس گرفتن، ما اسمتو فلان جا دیدیم، ما می‌خوایم باهات مصاحبه کنیم، ما یه کاری داریم می‌خوایم شروع کنیم. اون باعث شد که من خیلی کارم راحت‌تر بشه. حالا یه داستان طولانی داره که اون زمان چه اتفاقاتی داشت میافتاد، یکم تایم که بیشتر باشه در موردش صحبت می‌کنیم.
خب اینجا از دفتر کاریم دارم واسهتون فیلم میگیرم. اینم اینجا دفتر منه و اینم پشت همون نماییه که از جلوی ساختمون گرفتم. اینم یکی از مجسمه‌ایه که دوران دانشجویی ساختم. این کاریه که اونجا گذاشتم روی شلف. بهترین کار ماکت مجسمه سازی شد برای طراحی کاراکتر واسه اون سال 2000 فکر میکنم 13 بود یا 12 بود. خیلی از کمپانی‌ها، استارتاپ‌ها، کمپانی‌های بزرگتر شروع کردن با من تماس گرفتن. من چند تا مصاحبه با دیزنی داده بودم قبلا، واسه اینترنشیپ شرکت کرده بودم، قبول نشده بودم چون اینترنشیپ گرفتم واقعا کار سختی، معمولا یه نفر رو میخوان یا 2-3 سالی یه نفر رو میخوان. توی فکر میکنم 3 سال اخیر ما اصلا اینترنشیپ نگرفتیم برای هنر. واسه همین منم رد شده بودم، نگرفته بودم. واسه همین با 2 تا کمپانی شروع کردم، به قولی ایمیلشون جواب دادن. یکیشون یک استارتاپ بود و یکیشون EA Games بود که EA Games برای من خیلی پروژه جالب تری بود. من رفتم EA Games یه مصاحبه بام کردن، خیلی خوششون اومد، شروع کردم به کار باشون. من توی اون یه ماه اول از حدوداً 6 تا آرتیست روی تیم بودن، من دومین آرتیستی بودم که بیشترین مقدار کار هنری داشت توی اون گیمی هم که کار میکردیم سیمز بود. سیمز تو ایران هم خیلی معروف بود، من خودم بازی کرده بودم قبلا. اون دوستانی که باشون سیمز کار میکردیم خیلی خوششون اومد، خیلی کارم خوب داشت پیش میرفت که دیزنی با هم تماس گرفت. دیزنی گفت که ما برای کارتو دیدیم، خوشمون اومده، خیلی وقت داریم دنبالت میکنیم. توی سوشال میدیا کارمو دیده بودم، من کارمو تو فیسبوک زیاد پخش میکردم، با دوستانی که توی اینداستریان توی صنعت انیمیشنن خیلی کانتکت میکردم، میگفتن کارمو ببینید. اگه اینجا خیلی وقت کانونشن هست، نمایشگاه هست، همیشه میرفتم سعی میکردم کارمو به آدمای حرفه‌ای نشون بدم. بعد دیزنی به هم گفت که ما چندین ساله، یعنی 1-2 ساله تو رو میشناسیم و داریم پیگیری میکنیم دورا دور. خب این خبر خوبی بود برام. خب احتمالا خوب پیش میره وقتی اونا میان دنبالت. بعد من تصمیم گرفتم که بیام لس آنجلس. من و خانومم همه چیزا رو جمع کردیم و بار یه وانت کردیم، اومدیم لس آنجلس و خونه گرفتیم و موندیم اینجا. من توی استودیو کار میکردم، روی پروژه‌ای کار میکردم که یه پروژه تستی بود. بعد از 6 ماه کار من خیلی دوست داشتن، من وارد پروژه موانا شدم و موانا یکی از بهترین فیلمایی بود که خاطرش برام مونده و رو اون فیلم شروع کردم کار کردن و خیلی وقت میذاشتم. اولین نفر میومدم استودیو، آخرین نفر میرفتم. تمام سعیمو میکردم که متوجه بشم، ارتباط برقرار کنم، ببینم که اینا چطوری میگن، چطوری حرف میزنن، چطوری شوخی میکنن، چطوری درک میکنن، چطوری انتقاد میکنن. و این خیلی خیلی روزای سختی بود، خیلی روزای خسته کننده از این لحاظ که خیلی کار میکردم. یعنی واقعا اون همه چیز آدم یهو یاد بگیری، مثلا 5 تا دانشگاه بود که همزمان داره اتفاق میفته. یا ارتباط برقرار کردن با آدمایی که مدیرم بودن و سمتشون از من بالاتر بود و اینو من عادت نداشتم، چون ما به عنوان ایرانی ما خیلی وقتا رک صحبت میکنیم، از این یکی آرتورک خوشم نمیاد، از اون یکی خوشم میاد، اینطوری کار رو انجام ندیم، اونطوری کار رو انجام بدیم. ولی این انجام ندادن و نشدن و نگفتن و اینا رو اینجا توی مخصوصا حالا کالیفرنیا یه زبان خیلی نرمتر و خیلی مهربونتری داره، از کاری انتقاد نمی کنن. مثلا ممکنه من بگن که من اون یکی کار رو بیشتر دوست دارم ولی نمیگه کدوم کار دوست نداره. واسه همون که آدم بفهمه که اینا چی، یعنی من بفهمم که اینا چی میگن، خودش پروسه سنگینی بود برام. سعی میکنم تو ویدیوهای بیشتر در مورد این اخلاق کاری صحبت کنم که شما با اون
همکارای خارجیتون که صحبت میکنید، چون واقعا اولش سخته. این اخلاق و فرهنگ ما متفاوته با اینا. حالا برگردیم به این که من اومدم دیزنی استخدام شدم. توی پروژه موانا که کار میکردم، موانا اومد بیرون، رفتم روی پروژه رالف. بعد از یه نفر توی لینکدین از کمپانی گوگل با من تماس گرفت، گفت که بیا یه ساختمون داریم اینجا، ساختمان یوتیوب، ما یه مصاحبه باهات کنیم. منم خیلی جالب بود برام، گفتم که خب من میام میبینمتون. رفتم دیدم بچهای خوبی هن، تیم خوبی دارن. رفتم اونجا به دیزنی گفتم که من نمیام دیگه. رفتم گوگل. حدوداً گوگلم 1 سال خورده کار کردم روی تکنولوژی AR و VR کار میکردم با این هدست ها که چیکار کنیم توی اونا چی ببینیم، انوایرمنت و فضایی که میبینیم تو اونا چیه، که به اینطوری احساس کردم که انگار اون جایی برای داستانگویی که من میخوام نیست. بعد همون موقع داشتم نگاه میکردم کارهای دیگه کجا هست. خیلی شانس آوردم، یعنی دقیقا همون هفته هایی بود که داشتم تصمیم میگرفتم که از نتفلیکس با من تماس گرفتن و گفتن گلنکین یه مووی داره، یه فیلم داره که ما میخوایم شما رو ببینیم. من رفتم نتفلیکس و آقای گلنکین رو دیدم. گلنکین یکی از به قولی اسطوره های انیمیشن تاریخه و یه جورایی با اسطوره و قهرمان خودم روبرو شدم. حالا جالبه که من تو اون ایمیلی که برای من فرستاده بودن، من فکر میکردم اینا یه فیلم کوتاه میخوام بسازن و من اون روز اول رفتم گلنکین رو دیدم و به گلنکین شروع کرد برام حرف زدن و داستان گفتن که ما چی میخوایم، اینطوریه داستان، اینطوریه و این طول کشید. 0.5 ساعت شد، 1 ساعت شد و من همش تو ذهنم داشتم میگفتم خب استاد این فیلم کوتاه نیستا، یعنی تو همین تو ذهنم اینو داشتم میگفتم. بعد گفتم که این فیلم بلنده دیگه. گفت که بله این فیلم من فلان بلنده و اینا. منم شروع کردم باشون کار کردن. من یکی از اولین نفرای تیمشون بودم، شاید مثلا به غیر از من 5-6 نفر دیگه رو تیم بودن و شروع کردیم توی نتفلیکس اولین پروژه این هاوس، یعنی توی ساختمون نتفلیکس انیمیشن رو فکر میکنم اون موقع ما شروع کردیم، مخصوصا برای پروداکشن. بعد یه مدتی نتفلیکس بودم که دوباره یه فیلمی داشت دیزنی که دوست داشتم داستانش رو از قبل میدونستم. اون فیلم دیزنی از من خواست که برگردم باشون کار کنم و برگشتم روی فیلم. اون موقع توی نتفلیکس روی 2 تا فیلم کار میکردم، یکیشون Over the Moon بهش میگن و یکیشون جیکوب اند سی بیست که بعدم به سی بیست تغییر کرد که هیولای دریایی فکر میکنم به فارسی میشه. بعد اومدم توی دیزنی روی رایا و لاست دراگون کار کردم. بعدش هم رفتم روی فیلم اینکانتو، بعدش هم استرنج ورلد، الانم که روی زوتوپیا کار میکنم. این چیزایی که حالا صحبت کردیم این حدوداً 10 سال از تجربه کاری من و خلاصه ای از همه اتفاقایی که افتاده. مسلماً خیلی بیشتر چالش داشته، سختی داشته و به قولی ups and downs یا بالا و پایین داشته. سعی میکنیم در مورد اون چالش ها از زمان دانشجویی، از زمان کار کردن یا از اپلای کردن برای ویزا، یا از زمانی که اگه یه صحبتی، یه بحثی، چیزی پیش اومد چطوری اینو هندل کنیم، سعی میکنیم در مورد اینا بیشتر توضیح بدیم توی ویدیوهای بعدی با دیتیل بیشتر. برای من کامنت بذارید اگه سوالی هست که بیشتر میخواین در موردش صحبت کنید یا در موردش بدونید. سعی میکنم همشون رو بخونم. اگه گوشه‌ای صحبتی جایی بود میخواستین بیشتر من در موردش توضیح بدم، حتما توی قسمت‌های بعدی اونو میخونیم و توضیح میدیم و در موردش صحبت میکنیم. فعلا تا ویدیوی بعدی میبینمتون.